أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس، درس ششم. بيت خانه، بيوت خانه ها، حجرة اتاق، حجره، حجرات اتاق ها، مدرسة، مدرسه، مدارس، مدرسه ها، ذاک آن، اشاره به مرد، تلک آن، اشاره به سوی زن، اولئک آنها، مردها و زنها، این کجا یا در کجا، هنا اینجا، هناک آنجا، فی در، فی المدرسه در مدرسه، فی الحجرة در حجره یا در اتاق، فصل صنف، فصول صنف ها. این بود درس لغت های جدید، درس ششم. خب با این لغت های جدید و لغت هایی که در درس های گذشته ما و شما خواندیم و حفظ کردیم، با آنها و با این لغت های جدید در اینجا حوار، گفتگوی تشکیل کرده شده است. ببین، هذا بیت، این خانه هست، هذا این، بیت خانه، هذا بیت این خانه است، هذه بیوت، هذه بیوت این خانه ها است، هذه این، بیوت خانه ها، هذه بیوت این خانه ها است، هذه حجرة این حجره است، هذه این، حجرة اتاق یا حجره، خانه، هذه حجرات این حجره ها است، اتاق ها است، هذه این، حجرات اتاق ها، هذه حجرات این اتاق ها است، این المعلم، المعلم فی المدرسه، کجاست معلم؟ معلم در مدرسه است، این کجاست یا در کجاست، معلم، معلم آموزگار، تعلیم دهنده، المعلم آموزگار، فی در مدرسه مدرسه، این المعلم، المعلم فی المدرسه، کجاست معلم؟ معلم در مدرسه هست، این تلمیذ، التلمیذ فی الفصل، کجاست طلبه؟ طلبه در صنف است، این کجاست یا در کجاست، تلمیذ طلبه شاگرد، التلمیذ شاگرد، فی الفصل، فی در فصل صنف، این التلمیذ، التلمیذ فی الفصل، کجاست شاگرد؟ شاگرد در صنف است، من فی البیت، فی البیت رجل، کی است در خانه؟ در خانه مرد است، من کیست یا کی هست؟ فی در بیت خانه،
فی در بیت خانه رجل مرد. من فی البیت کی است در خانه؟ فی البیت رجل در خانه مرد است. این المعلمون؟ هم هناک فی المدرسه. کجاست معلم ها؟ ویها آنجا در مدرسه. این کجاست؟ معلمون معلم ها آموزگار ها. هم ویها هناک آنجا فی در مدرستی مدرسه. این معلمون؟ هم هناک فی المدرسه. کجاست معلم ها؟ ویها آنجا در مدرسه. این تلامذة؟ هم هنا فی الفصل. کجاست طلبه ها شاگردها؟ ویها اینجا در صنف. این کجاست تلامذة شاگردها؟ هم ویها هنا اینجا فی در فصل صنف. این تلامذة؟ هم هنا فی الفصل. کجاست طلبه ها شاگردها؟ ویها اینجا در صنف. لمن ذاک البیت؟ لذاک الرجل. از کی است آن خانه؟ از آن مرد. لمن از کی است؟ لی از من کی است؟ ذاک آن بیت خانه. لذاک لی از ذاک آن رجل مرد. لمن ذاک البیت؟ لذاک رجل. از کی هست آن خانه؟ از آن مرد. لمن تلك الحجرة؟ لتلك المرأة. از کی هست آن اتاق؟ از آن زن. لمن از کی هست؟ تلک آن اشاره به سوی زن، حجرة حجره اتاق. لتلک لی از تلک آن اشاره به سوی زن، مرأتی زن. لمن تلک الحجرة؟ لتلک المرأة. از کی هست آن حجره آن اتاق؟ از آن زن. اولئک الرجال معلمون. اولئک الرجال معلمون. ویها مردها آموزگارها هستند. اولئک ویها اشاره به سوی مردها یا اشاره به سوی زنها هم می شود. در اینجا اشاره به سوی مردهاست. اولئک آنها، رجال مردها، معلمون آموزگارها. اولئک الرجال معلمون. ویها مردها آموزگارها هستند. اولئک النساء معلمات. ویها در اینجا به سوی اشاره به سوی زنها. ویها زنها معلمه ها هستند، تعلیم دهنده زنها هستند. اولئک ویها نساء زنها معلمات معلمه ها هستند، آموزگارها هستند. اولئک النساء معلمات. ویها زنها آموزگارها هستند، معلمه ها هستند. خب این بود حوار و گفتگوی درس ششم. خب لغت های جدیدی درس ششم را یک بار دیگر یادآوری می شویم.
بیتون خانه، بیوتون خانه ها، حجرتون حجره اتاق، حجراتون اتاق ها، مدرستون مدرسه، مدارس مدرسه ها، ذاک آن مرد، تلک آن زن، اولئک آنها مردها و زنها، این کجاست یا در کجاست، هنا اینجا، هناک آنجا، فی در، فی المدرسه در مدرسه، فی الحجرة در اتاق، فصل صنف، فصول صنفها. این لغت های جدید درس ششم. انسانی که خواهشمند و طلبگاری سخن کردن و فهمیدن زبان عربی است، باید این لغت های جدید این درس ها حفظ کرده شود. و در اینجا درس ششم را به پایان می رسانیم. الله یار و مددگارتون باشد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.